دوست من، هنوزم برای نوشتن انگلیسی از مترجم استفاده می‌کنی؟ همراه من باش تا یک ترفند بی‌نظیر رو بهت یاد بدم. فقط کافیه این مربع بالا سمت راست توی کیبوردت رو تاچ کنی. حالا توی گزینه‌هایی که بهت نشون میده یه گزینه هست به نام ترجمه. این گزینه توی همه گوشی‌ها هستش. فعالش می‌کنیم. به همین راحتی. حالا فقط کافیه هر چیزی که دوست داریم رو به فارسی بنویسیم. من نوشتم سلام. تایپ شد هلو. حالا می‌نویسم به کانال موبیار خوش اومدی. و همونطور که می‌بینید انگلیسیش داره برای من تایپ میشه. دیگه نیازی به مترجمم نیستش. حالا می‌نویسم لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندید. و همینطور که می‌بینید همین هم به انگلیسی برای من تایپ میکنه. این ماجرا اینجا تموم نمیشه و گوگل پا رو خیلی فراتر از اینها گذاشته. فقط کافیه صحبت کنیم به فارسی تا اون به انگلیسی برامون تایپ کنه. دکمه رو میزنیم. حالا شروع میکنیم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. خب اگه این آموزش به دردت خورد و خوشت اومد لایک کن، سابسکرایب کن، زنگوله رو فعال کن تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندی.